بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عطر قرآن عطر ایمان میرسد، ای مسلمانان مسلمانی کنید، مغزبانان حریم روشنی، حرمت دین را نگهبانی کنید. عاشقان آمد بهاری گلفشان، باغ دلها را گل افشانی کنید. عطر سبز نوبهار عاشقیست، کوچه دل را چراغانی کنید. عطر سبز نوبهار عاشقیست، کوچه دل را چراغانی کنید. عطر قرآن عطر ایمان میرسد، ای مسلمانان مسلمانی کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در هفته گذشته ما و شما گفتیم که ان شاء الله تعالی ما و شما احادیث را میخوانیم که احادیث است که سر از جر و بحث است. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. احادیث را گفتیم میخوانیم که کسایی که مغرض هستند و به یک راه روان هستند، خصوصا کسایی که قبر پرست هستند، کسانی که به قبرها سجده میکنند، کسانی که به مرده ها دل بسته کردن، کسایی که مطابق مزاج خود برای خود دین ساختن، اینی مردم به خاطر فریب عوام الناس و کسایی که نمیفهمن حق، بعضی از آیات و احادیث دروغی و ساختگی و ضعیف میرن پیش میکنن و بعضی اوقات بعضی از آیات اینا تعویلات مطابق مزاج خود میکنن. اینحال ما و شما سرزمی آیات و سرزمی احادیث، اول سرزمی احادیث بحث میکنیم، بعد از او تعویلاتی کنن در بعضی آیات آوردن او رو براتان میگم و بعد از او فریب هایی که میکنن بعضی از اینا او رو هم براتان بدون نام گرفتن شخصش براتان میگم که مثلا اینی را شما بفهمید. اول زیادتر اینا که برای قبرها و مرده ها چیز میکنن، افسوس که دو آیت قرآن درست میفهمیدن. دو آیت قرآن است. یک آیت قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. سیکنین ولا تقولوا و نگوید لمن یقتل بر کسانی که کشته میشوند، یعنی شهید میشن، فی سبیل الله در راه الله، اموات بر از یا مرده ها نگویید. پس ما حق نداریم که برای یک شهید مرده بگوییم نظر به این آیت شریف. لکن تکمیل آیت شریف چی میگه؟ میگه بل احیاء، بلکه اونا زنده هستن، ولکن لا تشعرون، لکن شما نمیفهمید. سعی کنین، شهید زنده هست، دو آیت قرآن میگه، پشت سرش یک کلمه دقیق درس میده، چون آیات قرآن باید کلمه به کلمه بفهمیم، نه که مثلا این کلماتش ترک بکنی سرزو فکر نکنی سر هر کلمش. در یک آیت میگه که بل احیاء، بلکه زنده هستن، عند ربهم یرزقون، به نزد پروردگارشان رزق داده میشن. پس شهید زنده هست در دنیای ما نه، عند ربهم قرآن قید کرده، ما تو خو مقید به آنچه که قرآن میگه هستیم. پس شهدا زنده هستن عند ربهم یرزقون. پس اگر کسی در این دنیا غذای را میمانه که بر شهید مانده،
این با این آیت قرآن چی میکنه؟ تکر میکنه. چون شهید رزق در کجا میخورن؟ عند ربهم. عند ربهم چرا گفت؟ به خاطر از که ارتباطش با عالم ما قطع است. چرا قطع است؟ به خاطر از که به حساب دنیایی مرده، اما به حساب معنویت و عند ربهم اونجا زنده هستن. از این خاطر میگه که بل احیاء عند ربهم یرزقون. اگر توی غذا را بر شهید بانی، شهید این غذا را خوردن نمیتونه که در دنیا هست. چرا که اونا پیش پروردگار خود غذای بهتر، مکان بهتر، مقام بهتر در اونجا دارن. اما در دنیا خانمش بیوه هست، خانم شهید، بچهش یتیم است و مالش میراث است، تقسیم میشه. یک نقطه. در آیت دیگه مبارک چی میگم؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. اونا زنده هستن لکن شما زندگی از اونا را احساس نمیکنین. اینا اگر کسی میگه من شهید دیدم، کت شهید گپ زدم، شهید درا رفت، شهید در سر بام ما بود، والا یک نفر در پشت سر بام ما شیشته بود، کالای سفید داشت، این شهیدی که دفن است که کالای سفید سر بام آورد، این ضد از این آیت قرآن گپ زد. چرا قرآن چی میگه؟ ولکن لا تشعرون. قرآن میگه که شهید زنده هست اما تو احساس نمیتونی کردن. این نفر چی میگه که نه من شهید دیدم با چشم خود، شهید آمد دست مرا گرفت، شهید مرا برد، شهید مرا لط کرد، شهید مرا جزا داد. شیطان جزا میتش، نام شهید بد میکنه. شیطان کالای سفید پوشیده سر بام خیزک میزنه، چی میکنه؟ نام پیغمبر و نام ولی و نام دوست خدا رو چی میکنه؟ شیطان به این بهانه میایه و این فریب میده، دست خود از پشت قبر بالا میکنه، ای نسای 50 شهید، باز یک آینک جور میکنن در او 5 تا 50 رو میتن سر سوتا چوب بالا میکنن، این 50 شهید است. حالا شهید تو را چطور میکنه؟ پس نباید در این مسائل با آیات قرآن گپ ما تکر بکنه. قرآن میگه که زنده هستن ولکن لا تشعرون. چرا گفت؟ به خاطر ازی که صاحب بعضی از مفسرین مثلا چی میگن؟ تفسیر منار میگه ولکن لا تشعرون بحیاتهم اذ لیست فی عالم الحس. صاحب تفسیر منار میگه چون زندگی از اونا در عالم محسوس نیست. این مفسر قرآن میگه زندگی از اونا در عالم محسوس نیست که تو احساس بکنی که اونو شهید خورد، اونو شهید شیشت، اونو شهید رفت. ولکن لا تشعرون تفسیر میکنن اذ لیست فی عالم الحس الذي يدرك بالمشاعر. تفسیر منار ایده تحت می آیت شریف امیر نوشته کردن. پس میگه زندگی از اونا با حواس ما و شما محسوس نیست. و صاحب البحر المحیط ابو حیان اندلسی رحمه الله چی میگه؟ ولكن لا تشعرون لأن معناه ان حیاتهم لا شعور لكم بها. به زندگی از اونا شما شعور ندارین، احساس نمیکنین. و الظاهر ان المراد حقیقت الموت والحیات. شما زندگی و مرگ از اونا را بر شما محسوس نیست. عالم دیگه هست که اونا زنده هستن. پس تو مسلمان باید عقیده داشته باشی که شهید زنده هست لکن زنده عند ربهم یرزقون است ولکن لا تشعرون. و ما زندگی از اونا را احساس کرده نمیتونیم. اما در عالم ما رابطهشان قطع است. و در حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که وقتی که یک نفر میمره انقطع عنه عمله، اعمالش قطع میشه الا من ثلاث. یکی اولاد صالح هست، یکی علم نافع هست، یکی صدقه جاریه هست. الا و استثناء نگفته رسول الله صلی الله علیه و آله. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسائل اعتقادی بسیار دقیق سخن میگفت. و قرآن عظیمشان نقاط اعتقادی رو برای ما بسیار دقیق میگه. این که من نمیفهمم مشکل ما هست، اما قرآن بیان کرده. حالا از همین قصه رو مردم میکنه نمیکنه. من سر بام شهید دیدم،
ولد یولی ما یک شهید است یگان روز چهارشنبه سر بام بالا میشه والا پرسانم میکنه میگه نمیگه شهید جماعت میته شهید نماز میته شهید دست من میگیره شهید چطور میکنه خی وقتی که شهید ای گپا ای خود گپای تو شد گپ الله چی است ولکن لا تشعرون خی جواب بزیر چی میگی بازی قسمت میگه من نمیفهمم باز چی میگه مالا نمیفهمم چقدر خوب اگر احیانا سر قبر شهید کدام چراغ یا روشنی از دور معلوم شود این بعید نیست چون به دست خودش نیست اگر روشنم شود مشکل نیست یا مثلا شهید جسدش فاسد نمیشه به دست خود شهید نیست الله عزت میده برای یک کس صحیح نه اما اگر بگه شهید کتم گپ زد کتم قصه کرد هیچ مشکل پیدا میشه با آیت قرآن اما اگر سر قبر شهید مثلا از دور یک کسی دیگه فلان همین پیش قبر شهید که من تیز شدم عطر بوی میداد میشه می عزت الله بر ازو بده اینو باید انکار نکنیم یا سر قبرش یک روشنی میشه یا 30 سال پیش یک کسی را مثلا در یک منطقه روسا شهید کردن وقتی که میرن قبرشان باز میکنن که هنوز جسد از اون چی است زنده هست لکن به دست شهید است یا به دست الله هست این مربوط الله هست او قدرت الله داره این کلگی به چشم خود دیده این مسائل است در قسمت شهیدا کدام وقتی کدام درس شهید می‌بینیم و داره اما مشکل دی است که در افغانستان مردم به این باور هستند که شهید میکت گپ میزنه اون مثلا بام دیدمش والله نان میخورد والله فلانی را اذیت کرد والله فلانی را زد فلانی را موترش چپه کرد طرف شمالی میری نه خوب ساز است از بس بگو برادر جان همین ساز تا به خاطر رضایت الله گل کو نمیکنه اما نزدیکی زیارت که رسی چی میکنه گل میکنه چرا میگه چند وقت پیش یک کسی ساز خود چالان نکرده بود گل نکرده بود پیش طرف موترش چی شد چپه شد یعنی شهید آمد جرثقیل خود بند کرد یا که دست خود دراز کرد موتر از چی کرد چپه کرد الله عالم الغیب است و الله تو را میبینه و تو باید گناه را به خاطر الله نکنی او را چیز نمیکنه این تو مشکل است خب اینا وقتی که این دو آیت انسان دقیق فهمید تمام گپای قبر پرستا چی میشه باطل میشه خب میم سری احادیثی که بسیاری وقتا به او استدلال میکنه حدیث اول میگن که و ایره ادبا علما میگن که سخنهای ساختگی و دروغ حدیث نگوین به خاطر ادب با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنهایی که احادیث سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست به دروغ و نسبت شده ایره قول بگوین سخن بگوین ایره حدیث نگوین پس قول اولی که اینا استناد میکنن و او را حدیث میگوین بیادبی میکنن در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم این چی است میگن این رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته توسلوا بجاهی فان جاهی عند الله عظیم شما با جاه و مقام ما به الله توسل کنین چون جاه و مقام ما پیش الله بسیار عظیم است خب اینال آیا ایگه پر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته در جوابشان چی میگیم اول میگیم که برادرها وقتی که ما امی حدیث امی سخن دروغی شما را که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت دادین اینه میگیم که دروغ است مشکل ما در جاه و مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست جاه رسول الله صلی الله علیه و سلم مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم او بسیار عالی هست و او را هیچ کس انکار کرده نمیتونه و کسی که از بلندی مقام و عزت و مرتبه رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار بکنه این در کفر میرسه پس مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم واقعا بزرگ است عزتش بسیار عالی هست اما این حدیث که میگه به خاطر مقام ما توسل بکنین این غلط است از این خاطر چی هسته؟
در اینجا علمایی که در حدیث از امیل که ما مکتب شامل را پالیدم، احادیث مختلف صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، کتابا رو کلش پالیدم، اصلا این سخن در این احادیث در این کتابا هیچ وجود نداره. کسایی که استدلال هم میکنن نام یک کتابی رو میگیره که هیچ تو نمیفهمی، تغییر الافکار فی تنویل الانوار فی تفکک الابصار، این تو یک نام برای جور میکنه و میگه این یک حدیث است. و این کتابای تغییر الانصار و تفکیک الاسار فلانی که است، یا کتابای حدیث نیستن. کتابای حدیث معتبر است، معلوم است، اگر کس استناد میکنه میبرد میگه که این در حدیث نمبر قدر صحیح البخاری این حدیث این تو آمده. اما یا غالبا از کتابای نام میبرن که برای عوام الناس فریب بتن، که عوام الناس وقتی که یک نام مشنوه فکر میکنه والا چی کتاب است. عالم علامه ناصرالدین البانی رحمه الله تعالی، علامه ناصرالدین البانی والله ما کتابای که خوانده به احترامی که به اساس احترامی که من به دیگه علما دارم و گپ میزنن یا چطور میکنن، منتها من شخصا هر کس مسئول سخنای خود است. با مو اندازه که امام بخاری رحمت الله علیه در وقت خود به احادیث خدمت کرده، در این عصر یعنی یک عالمی که من به شخصیت از او بیخیم تا ایران هستم و به الله میم کاش که من مثل از یوار می بدم. امام و علمیت نداریم، شیخ ناصرالدین البانی است. یعنی اگر بگویم که امام بخاری عصر ماست غلط نکردیم. آنقدر در احادیث خدمت کرده، آنقدر زحمت کشیده، الله برش اجر بده. اروپایی بود، اروپایی بود. اصلا از آلبانیا است. آلبانیا یک کشور اروپایی است. باز اونجا سفر میکنه به طرف کشورهای عربی و در آغاز ساز میباشه، ساز جور میکنه، ولی وقتی که به علم شروع میکنه الله بر هر کسی یک عزت میده و الله هر کسی یک عزت میده. عزت الله برش نصیب کرده که الله بر ما هم عزت نصیب بکنه که ما و شما هم بتونیم هم خدمت به قرآن و سنت بکنیم. این صاحب چندین هزار حدیث ای چیز کرد. اما بله انسان وقتی که کار میکنه در بین کار همیشه چی میباشه؟ اشتباهات هم میباشه. بازی وقتی که در بعض جاهایی که در بعض احادیث در آغاز برش ضعیف ثابت شده، باز خودش پس به نام مراجعات کتاب داره که من از اینی اقوال خودم چی کردم؟ رجوع کردم. این هم از تقوا و ایمانش بوده که من مثلا سابق این حدیث تو گفته بودم، آل فعلا چی میکنم؟ من این عالمی که یک نفر در یک اشتباه میکنه، مثلا من هفته گذشته یک اشتباه کردم، بعضی ها را غرورش و تکبرش و خودخواهیش و نفس اماره به سویش اجازه نمیده که اشتباه خود بیان بکنه. اما اگر انسان تواضع داشته باشه و نمیخواد که مردم در غلطی بانه و در روز قیامت محاسبه شوه، من در جمعه گذشته یک اشتباه کردم، در این جمعه میام و براتون میگم برادرای عزیز من اشتباه کردم. یک روز یک حدیث شریف همینجا من در کتاب خوانده بودم، صحیح تحقیق نکرده بودم، باز چیز در درس گفتم، قاری صاحب امان الله احمدی بر من گفت استاد اینی حدیثش که شما گفته بودین این حدیث ضعیف است. من جمعه آینده آمدم و برای کلگی گفتم که فکرتان باشه در درس گذاشتم این حدیث گفتم این ضعیف بود و این حدیث چیز نکنیم، سند نداره. پس علامه ناصرالدین البانی رحمه الله تعالی یعنی امام بخاری زمانه ما هست. ما که تحقیق کردیم اینم قدر که ما قناعتم در حدیث صحیح بخاری حاصل میشه. والله را در مسجد ششتیم و حلقه درس است، اینم قدر که ما در نقل حدیث از صحیح بخاری راحت میباشم. وقتی که یک حدیث پیدا کنم که بگه رواه البخاری، تو ذهناً با راحت میتونم در کتاب مورد داخل بکنم. به می اندازه وقتی که حدیث میبالم که
شیخ ناصرالدین البانی گفته باشه که حدیث صحیح هست به مو اندازه، یعنی به نظر شخصی خودم میگم والله اعلم دیگه، مثلا کس تحمیل نمیکنم، که امام بخاری عصر ما، یکی خود امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری شخصیت عالی بود، لکن امام بخاری عصر ما محمد ناصرالدین البانی رحمه الله هست که اونم قدر که امام بخاری برای احادیث زیاد خدمت کرده، اینمی اروپایی را الله او بخاری بود نه؟ آره از او بخاری کل عرب شاگرد از او هستن و این اروپایی هم عرب و عجم چی هستن؟ شاگردش هستن. یعنی بسیاری علمای بزرگ عرب به این نفر تسلیم هستن، چرا که بسیار خدمت بزرگ به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده. اما معصوم نبود، عصمت انبیا را نداشت، معصوم نیست. وقتی که انسان معصوم نبود، اگر مرا کدام روز در یک اشتباه گیر کردی، دلیل من چی است که من معصوم نیست. در قول از پیش ما اشتباه میشه، در عمل از پیش ما اشتباه میشه، گناه میکنیم، گناهگار هستیم. شاید رتبه شما از ما که پیش الله بسیار بلندتر باشه، ما معصوم نیستیم. زحمت خود میکشیم، لکن به گناه خود و به اشتباه خود و به غلطی خود اعتراف میکنیم. چرا معصوم نیست؟ وقتی که معصوم نبودی از پیش چی میشه؟ اشتباه و غلطی میشه. حتی در درس، حتی در تعلیم، حتی در فهم بعضی چیزا از پیش انسان اشتباه میشه و نمیگیم که اشتباه نمیکنیم. از این خاطر وقتی که یک چیز را میگیم، اگر یک کس دیگه، امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله چی میگفت؟ میگفت اینی گپ ما اجتهاد کردیم، به نظر ما ثابت شده که این حق است. اگر کسی دیگه دلیلی بیاره که حق او رتبهش بلندتر باشه، میگه رو ما قبول میکنیم. منهج علمی با تواضع و تقوا امی هست که من اجتهاد کردم، به نظر من اینی میگه که گفتم حق است. اما اگر کسی دلیل دیگه بیاره که از این کده حق تر باشه، ما او را قبول میکنیم. این خود امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله میگه. و این منهج امام صاحب ابو صحابه کرام بود. عمر رضی الله تعالی عنه درباره مهر زنا گپ میزنه، یک خانم بلند میشه ورش میگه عمر این گپی که تو گفتی مطابق آیت قرآن نیست. قرآن گفته که اگر قنطار من ذهب باشه، اگر مهر یک خانم یک کوتی اصطلاح هم باشه، کس حق نداره که او چیز کنه، تصرف بکنه. پس تو چرا میگی که مهر باید قباشه کمش میکنی، چطور میکنی؟ از این خاطر برای عمر رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ میگه اصابت المرأة و اخطا عمر. همین خانم درست گفت و من اشتباه کردم. و عمر رضی الله تعالی عنه با اینی میگپش رتبهش پیش مردم هنوز بلندتر میشه. یعنی اگر انسان اشتباه خود میپذیره، او را ضعیف نشان نمیده، بلکه او را پیش مردم هنوز رتبه و مقام منزلتش بلند میبره. چرا انسان حق و انسان درست و مؤمن واقعی کسی است که به حق تسلیم باشه. اگر اشتباه کرد فوراً میگه بله من اشتباه کرد. و ما الحمدلله صدها مرتبه در این علاقه درس اشتباهات خدا گفتیم که ما در جوانی این اشتباه را داشتیم، یک وقت تعویض نشته میکردیم این اشتباه را داشتیم، گفتیم نگفتیم این اشتباه را این اشتباه، لکن الحمدلله وقتی که حق بر ما آشکار شده تسلیم به حق شدیم. و خود تسلیمی به حق این دلیل ایمانداری یک انسان مسلمان است و دلیل عدم تکبر است. چرا که بسیاری وقتا شیطان انسان ات متکبر میسازه که میفهمی که غلط کردیم، باز تسلیم حق نمیشی. به خاطر چی؟ به خاطر نام خود و به خاطر شهرت خود. درباره این قول که اینا روایت کرده توسلوا بجاهی فان جاهی عند الله عظیم، شیخ ناصرالدین البانی چی میگه؟ میگه هذا باطل لا اصل له فی شیء من کتب الحدیث. میگه سخن باطل است، هیچ اصل در کتابای حدیث نداره. عالم محقق است، کل عمر خود در خدمت احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم سپری کردن. میگه حدیث این سخن باطل است، در کتب حدیث است و انما یرویه بعض الجهال بالسنه. میگه کی روایت میکنه؟ میگه بعضی کسایی که به سنت جاهل هستن، سنت نمیفهمن و اینو چی میکنن؟ روایت میکنن. خب
این در کجا گفته؟ این در کتاب خود التوسل انواعه و احکامه. شیخ ناصرالدین البانی یک کتاب داره به نام توسل انواع و احکام آن. محمد ناصرالدین البانی در بیروت چاپ شده در کتابخانه مکتب الاسلامی، تاب سوم، تحقیق خب محمد عیاس عباسی تحقیق کرده در جلد اول صفحه 117 همین سخن گفته. همچنین در یک کتاب دیگهش به نام سلسله الاحادیث الضعیفه در جلد اول صفحه 76 این گپ گفته که لا اصل له. در اون کتاب چی گفته؟ گفته اصلا اصل لا اصل له چی معنی؟ یعنی هیچ کتاب همین سخن در احادیث رسول الله اصل نداره. حال مردم گرفتن اینو چی کردن؟ ایناله وقتی که این حدیث یا عالم حدیث شناس گفت که در کتابای حدیث نیست و این دروغ است، حالا اگه کسی روایت میکنه و میگه که او مردم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته توسلوا بجاهی فإن جاهی عند الله عظیم، او مردم این حدیث برازو چی میگم در جوابش؟ برازو میگم که در قسمت تو رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. پس تو جایت در دوزخ برات خود به خود بساز، ان شاء الله تعالی این حدیث سر تو تطبیق میشه. چرا که وقتی که حدیث دومی که اونا دلیل میگن که اونا برادر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته، قول دوم من قول میگم ولیکن اونا حدیث میگن، کسایی که به این استدلال میگن میگه اذا سألتم الله فاسألوه بجاهی. میگه این پیغمبر هم گفته که وقتی شما از الله سوال میکنین پس به جاه و مقام سوال کنین، فإن جاهی عند الله عظیم. جاه و مقام پیش الله بسیار بزرگ است. اینال کسایی که به قبرها توسل میکنن و کسایی که به پیش مرده ها و زیارت ها میرن و از اونا استغاثه میکنن و کمک میخواین و 24 ساعت مصروف ازی هستن، قبرستان ها را ایدگاه جور کردن و در گرد از او طواف میکنن و از خاک از او میخورن و تا را گرد قبر دور میتن در گردنش چکای خود میپرتن، به می استدلال میکنن. این قول هم در کتاب های حدیث وجود نداره، نه در صحیح بخاری است، نه در صحیح مسلم است، نه در ابو داود است، نه در ابن ماجه هست، نه در هیچ کتاب ها این وجود نداره. اما صاحب علمایی که درباره ازی گفتن چی است؟ یکی از علما یک تفسیر از به نام محاسن التأویل، تفسیر محاسن التأویل، محمد جمال الدین القاسمی، این امیر روایت در تفسیر خود آورده و بالایش نوشته کرده که حدیث موضوع هست. موضوع چی معنی؟ ساختگی. کلمه موضوع که وقتی میگن حدیث صحیح، حدیث ضعیف، وقتی گفت که حدیث موضوع چی معنی؟ یعنی چی هست؟ ساختگی هست. علامه ابن تیمیه در فتاوایش همین را نقل کرده و چی میگه؟ میگه و هذا الحدیث کذب. این سخن میگه چی است؟ دروغ است. لیس فی شیء من کتب المسلمین التي یعتمد علیها اهل الحدیث. میگه در کتابایی که علمای حدیث سر زو اعتماد میکنه این حدیث نیست. ولا ذکره احد من اهل العلم بالحدیث. میگه هیچ کسی که عالم به حدیث است مع ان جاهه عند الله تعالی اعظم. میگه جای رسول الله مقامش بلند است، اما گپ سر مقام رسول الله گپ سر حدیث سر می روایت است. من جاه جمیع الانبیاء والمرسلین. علامه ابن جبرین در کتابش چی میگه؟ علامه جبرین فتاوا و احکام فی نبی الله عیسی علیه السلام، در اینجا علامه عبدالله ابن عبدالرحمن ابن جبرین در صفحه جلد اول صفحه 14 چی میگه؟ او میگه که حدیث موضوع لا یجوز روایته الا مع بیان حاله. این عالم چی میگه؟ میگه یه حدیث ساختگی است، جایز نیست که توی روایت بکنی مگر ای که احوالش بیان کنی. یعنی اگر توی این بر مردم میگی باید بر مردم بفهمانی که این موضوع هست، این ضعیف است، این غلط است. اترایی نگو که فقط هم تو بخیزی بر مردم تبلیغ بکنی. این حال کسایی که میخیزن و صدا میکنن که او مردم یه حدیث ببینید اذا سألتم الله فاسألوه بجاهی فإن جاهی عند الله عظیم، خود رسول الله صلی الله علیه و آله گفته. این حال کتزی اگر پیدا شدیم این گفت که
این قسم آدم دیدیم جوابش چی میگیم؟ من کذب، آفرین، میگیم که رسول الله صلی الله علیه و آله این هم در جواب تو چی گفته؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چرا این سه عالمی که متخصص هستن عرصهشان شهادت دادن که این حدیث چی هستن؟ در کتابا نیست و حدیث ساختگی است و اصل نداره، چون علمای اسلام خدمت کردن. در قول سوم چی میگن؟ بعضی ها میگن که او مردم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن، او میگن گپ مرا نگیرین، یگانه که باز نشد. تو بعضی کسا تو عادت دارن باز گپ مرا می قسمتک قیچی کنن اول آخرش نمیگن، میگیرن یگانه که به خاطر این استاد دایی اون روایت کرد. خب ما هم تو چی قام زدیم دیگه، هم تو گفتیم نه بازم در بازار نشون میگن، باز آخرش قطع است. قول سوم دروغی که دروغ گویا باش که بگم که باز ندانن ما اون چالاکی بکنیم که دروغ گویا از استدلال میکنن به دروغ برای مردم، میگن که او مردم این رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که اذا اعیتکم الامور فعلیکم باهل القبور. چطور وزن قافیش هم چی کردن؟ اذا اعیتکم الامور فعلیکم باهل القبور. وقتی که مشکلات سر شما آمد، سختی ها آمد، شما به کجا برین؟ به قبرستان برین. خواه وای بعضی هم میگه فاستغیثوا به اهل القبور. بعضیشان باز گفتن که استغاثه به اهل قبور بود. اینه میگه او برادر شما نیدین ملای وهابی را سابق ملا نبوده؟ ملا خوب بود، ملای خوبه در وقت کمونستا میکشتن. بازو را که میآورد ملای پلخشتی جور میکرد در وقت کمونستا، ملای شاد شمشیره جور میکرد، ملای فلانی جور میکرد. او خو حتما که کمونستا کمکی چی کرده بود؟ سازش کرده بود. یا شون اسلامی بود، تو فنکهکش در زیر قولش بود، او باز میخیسی که پارا خوش میکن و یکان سازش یکان چطور کردش. اگرنی عالمی که در وقت کمونستا از حق گپ میزد او رو چی میکنن؟ و این تجربه را ما خودم داشتیم، سر خودم تیر شده. چه قسم؟ الله شاهد است که من در صنف مشم چند بودم، 11 بودم یا 12 بودم در مدرسه دارالعلوم عربی کابل. استادا که ما را گفتن که همین لنگی خوب است و چطور است چند، و ما وقت می پوشیدیم لنگی خوب قوارگکم نام خدا خوب قوارام داشتم، بازی لنگی را که می پوشیدم مردم بسیار مرا تشویق میکردن که لنگی نمی قواری تو بسیار خوب میشید. مادم وقت لنگی به سر کردم می پوشیدم. دیگر روز از همی پیش مسجد نایب سالار عبدالوکیل میگن در قولابچکان است، رو برای نصارات. از این مسجد من تیر میشدم، این مردم دو سه دفعه که من میامدم همونطور ناوقتی میگفتم بیایم نماز دیگر همینجا بخوانم، دیدم که این مردم قواری مرا دیدن و گپ زدن مرا دیدن. کل از اینا محکم گرفتن که تو بیا میشه امام ما در این مسجد شد. من گفتم حالا خوب است دیگه، بیا که میریم در این مسجد امامم میشم و نمازم میتونم، اتاقم داشت، تشنابم داشت. بیا از مثلا نماز شام هم اینجا که از یا میخوانم باز یا خفتن هم میخوانم، درس ما اونجا خوانده میشه، باز خانیم بالا بود و بغلک کو میریم قرار در خانیم چی دید گرمی در کو بالا شد و مردم هم استفاده میکنه. خلاص نماز میتونم یا هم خوش ما هم خوش. صاحب چند روز رفتم در اینجا نماز دادیم، یک خفتن یک نفر آمد یا نمیفهم که یک ماه شده یا 20 روز تیر شده در این مسجد نایب سالار عبدالوکیل. این مسجد نایب سالار عبدالوکیل امی رهبر خلاق که میگفتن ترکی ایره که کشتن، باز در این پاولی از این مسجد اون طرف ایره گور کردن، قبرش همونجا از این قولابچکان ایره کشتن، همین باز مردهش همونجا است، همونجا گورش کردن، در سر سینهش وزن سنگ آینه مانده، تحتای آینه. باز ایره برمام قبر کنا قصه کردن بود. خلاصه ای که صاحب خفتنکی آمد، یک کس من گفت سلام علیکم. و علیکم سلام، خوب هستین؟ صحتان خوب است؟ کلگی مقتدی ها رفتن دیگه. گفت که من او خاط میگفتم، گفت من از خاط هستم. گفتم خوب.
دیگه چند نفر به نماز میاد، کی میای به نماز، چی میگن، چطور میگن. مرا گفتن که نمیشه، خیلی تو یک کار کو که نمی لست نمازخانه ایتا برای ما بده و مردم چی میگن و ما همین ماشتا دمی داخل مسجد برات میاریم که هیچ کس سرت نه. خب نفتم خیلی گفت اگر راه نداره، منظوری نمی هست که یا امرای ما همکاری میکنی یا باز بر خودت مشکل پیدا میشه و چطور میشه و چنان میشه، یا کمک مرا اختارم بعد این صاحب از اینجا در مدرسه ما یک تابوت به نام خداداد میگفتن. این رزیلم نفر استخبارات همی خواد بود. اونجا که من دید که لنگی دارم و چپنک دارم پشت من بود، اونجا برداشت. او خاطر این جمله رو برای من گفت که اگر در آسمان بیری از پایایت میگیرم، اگر در زمین بیری از مویایت میگیرم. همین قسم گفت. دیگه من دیدم که صاحب اینال وقتی که من در این مسجد باشم و چطور باشم، این وقتی نمی کمونستا و یعنی مردمای دیدیم بود. باز بعد از صاحب من صبح که شد رفتم لنگی هم در طاق بلند ماندم. دیگه چپن مپن هم موسو کردم. باز رفتم خوب یک پتونک کوای لوکس خریدم. جمپرک هم نیماستینه. باز اومدم مدرسه هم میرفتم، ملایی را میلا کردم. دیگه گفت برادری که ایمانو حفظ کرده نتانی. اینال اونو کسایی که بیچاره در اون وقت بودن دانو خود شور دادن نمیتونستن. بازال که بر مردم بگویی که والا صاحب از حدیث گپ بزن و ولی از احادیث صحیح گپ بزن، از فالبینا گپ بزن. این فالبینا و جادوگرا و تاویزگرا و اینی مردم ها اکثر از اینا چی بودن؟ در امنیت دست داشتن. تو یک جادوگر چیزی میگفتی؟ دگروال شب خو میبینه که پیغام خو دیدم که کس مرا گفت بخیر دعوت کو. دعوای پیغمبری است لکن بیچاره نمیفهمه. اینی مردم ها اینا اکثر این مردم های خرافاتی و بیدینی که ضد قرآن هستن و ضد سنت هستن، یا آدمی وقتی کمونستا چی کردن یا رشد داده شدن. علمای واقعی اکثریت استادای ما را بردن و به شهادت رسوندن. صنفیای ما را بردن به شهادت رسوندن. بسیار شان صاحب در مدرسه دارالعلوم خامت بود که روزانه 5 نفر 6 نفر اونجا خواهیم اکثر در مدرسه که بچهای اطراف بیچاره و قدر زود چیزام کردن نمیتونن، دیپلماسی رو یاد ندارن که یگان ذره بچهای که کابل چالاک است نه، یک کسی یک به یک خنده و به یک مذاق و این گپا تیرش میکنن. او بیچاره فورا صاحب برش یک 4 کلمه که گفت میبری صاحب 3 سال 2 سال یا بندی میبود یا میکشتنش به شهادت میرسید. بسیار صنفی ما باور که یک صنفی ما از وردک غلام رسول نام داشت، الان شاید در وردک باشه. چند وقت پیش یک کس آمد گفت من دامادش هستم، گفت اینمی مشکات المصابیح همه خواندیم یک کتاب بود، اینمی که کتاب پالوی من میشیشته بود، اینمی بچه را برد عدمی ترس، اینمی 2 روز کتاب ای سر میز مانده بود، کسی را دست زدن نمیتونست. کمی دست میزدی میگه فتما در بین شبنامه بود تو پتکدی. اونم کتاب ماندگی بودم تو سال میکردم قرار کس گرفتم تا که بابا که مکتب آمد اونم را سر میز برد در بین کسی. اینال اینی قبر پرستایی که در وقت کمونستا خوش هستند در وقت کمونستا خب بر مردم بگی که با خوب بعد خلق جوان کار نداریم، اینجا قرار در یک جای شیشتیم، یگان بوته فقیری هم هست، یگان بوغام میکنیم دیگه. بچه‌ای که جوان آمده و بچه‌ها بزنین بوغا کنین، بزنین چرس بکنین، بچه‌ها خوش دارن چرس و سیگارت و نسواری گپارن، بخیزین کل ما یک عتن دست جمعی یگان فیلم‌ها روز بر من نشان میاد، باز 2 نفر خدا بچسبانین، 2 نفر خدا خوبم تو چسباندن دیگه، هم تو یک کاکاگا که کی گیر کردم تو بغل خود دیگه با بانی ذکر فیلمایشون هست. او قسمی رو والا بچه جوانم خوش داری کاکای میگه سینمای تیمورشاهی چی کنیم بریم بیا اینجا برو اونجا میری زامت میگه اینجا مفت کلزی خلاص کلیت شور داده برو خدا در گنگسیت پرتم اونا هر کدام که خوشت آمد در بغلت بگی خوب تو لوتک داده برو 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 برو. وقتی که رفتی باز در خانه یک فرضی غسل تام بگو پس بخلاص.
اینالی مردم اینالی کسایی که میگه این گپ میدن که اذا عیتکم الامور فعلیکم به اهل القبور. در پاسخ از یه ورش بگویم که علمای متخصص اینا میگن که این تهمت بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. علامه ابن تیمیه رحمه الله درباره چی میگه؟ میگه فهذا الحدیث کذب. سیکون میگه این سخن چی است؟ کذب مفترع علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، افترا شده بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم باجماع العارفین به حدیثه. کسایی که حدیث میشناسن و اجماع کردن که این سخن دروغ است، تهمت از بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. لم یروه احد من العلماء، هیچ یک از علما این میگه روایت نکردن. ولا یوجد فی شیء من کتب الحدیث المعتمده، در هیچ کتاب از احادیث معتمده این سخن نیست. خب شما اینو ببینید. اما شیخ ابن تیمیه رحمه الله چی داره به نام جامع الرسائل، جلد اول صفحه 12 هم است. خب من منتها این از مکتبه شامله آدرسایی که داره براتون میتونم. خب دیگه چی میگه؟ میگه الله سبحانه تعالی آیت قرآن گفته که این حدیث به ضد از آیت قرآن است. این قول دروغی تومت شده سر رسول الله صلی. چی است؟ و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده. میگه الله میگه توکل بکو برای کی؟ علی الحی الذی لا یموت. قرآن چی امر میکنه؟ توکل بالای کی بکو؟ بالای او ذات زنده که نمیمره، بالای او توکل بکو. و سبح بحمده، او میگه بالای حی قرآن میگه اعتماد بگو با خالقی که زنده هست و نمیمیره. و این مردمای خبیث میخدن چی میگن؟ اذا اعیتکم الامور فعلیکم به اهل القبور. میگه این ضد آیت قرآن. ببین چقدر علما خدمت کردن، علما چقدر خدمت کردن و عقیده رو برای مردم رساندن، لکن مردم خبر دارن. سری کسا 70 ساله شده باور بکنه که همین گپا رو شنیده باشه. برای وقت فهماندن که اسکو کتابای علامه ابن تیمیه را نخوان، اسکو کتابای امام بخاری را نخوان، اسکو صحیح مسلم را نخوان، اسکوی را نخوان، اسکوی را نخوان. چی است؟ به خاطر ازی که باز اگر یاره خان علامه آلوسی در تفسیرش چی میگه؟ علامه آلوسی این حدیث در تفسیرش آورده و باز در تعقیبش چی میگه؟ و کل ذلك بعید عن الحق بمراحل. بارک الله فیک. خداوند شما را خیر بده. همیشه آیات قرآن هم میخواین باید سندش رو بفهمین، همیشه حدیث رسول الله صلی الله علیه و میخواین باید سندش رو بفهمین. و حدیث بغیر صحیح بخاری و صحیح مسلم هر کتاب دیگه که باشه، حتی کتاب خود امام بخاری که به نام ادب مفرد است، به نام کتابای دیگه که داره، باید یک عالم از علما او حدیث چی کرده باشه؟ گفته باشه حدیث چی است؟ صحیح است. بدون سند اگر حدیث روایت کردین در جمله کسایی حساب میشن که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. خب توکل. و توکل علی العزیز الرحیم یک آیت است، شعراء 217 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، سوره عنکبوت آیت 59 و ما لنا لا نتوکل علی الله و علی الله فلیتوکل المؤمنین، ابراهیم آیت 12 و توکل علی الله و کفى بالله وکیلا، سوره احزاب آیت 3 فتوکل علی الله انک علی الحق المبین، سوره نمل آیت 79 الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنین. دا کلش آیت قرآن میگه که مؤمنات توکل میگن به الله توکل بکنن، یا باز میرن برین به اهل قبر و قبرستان برین. خب دیگه چی را میگن که توکلت و علیه فلیتوکل المؤمنون، در سوره یوسف است. دیگه سوره یوسف آیت 67 انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. میگه شیطان سلطنت ندارن سر کسایی که مؤمن است، شیطان سر از او سلطنت کرده نمیتونن. و علی ربهم یتوکلون، سوره نحل آیت 99 هست. فقالوا علی الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، سوره یونس آیت 85 است. و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. سگن موسی علیه السلام بر از اینا میگه که
ای قوم من اگر شما ایمان به الله دارین فعلیه توکلوا. این موسی علیه السلام میگه ان کنتم مسلمین، سوره یونس آیت 84 است. قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا، سوره ملک آیت 29. و این آیتی که شما ما شما کار داشتیم و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده و کفى به بذنوب عباده خبیرا، سوره فرقان آیت 58 است. امی آیتی که من استدلال کردم. و علامه آلوسی چی میگه در تفسیرش این حدیث و مثال آن را ذکر نموده. علامه آلوسی ایره و امثالش احادیث ذکر کرده که احادیث دروغی است، بازنشسته کرده و کل ذلک بعید عن الحق بمراحل، یا میگه از حق اینا بسیار دور هستن. دیگهش انشاءالله در هفته آینده. عطر قرآن عطر ایمان میرسد، ای مسلمانان مسلمانی کنید، مذهبانان حریم روشنی، حرمت دین را نگهبانی کنید. عاشقان آمد بهاری گلفشان، باغ دلها را گل افشانی کنید. عطر سبز نوبهار عاشقی است، کوچه دل را چراغانی کنید. عطر سبز نوبهار عاشقی است، کوچه دل را چراغانی کنید. عطر قرآن عطر ایمان میرسد، ای مسلمانان مسلمانی کنید، مذهبانان حریم روشنی، حرمت دین را نگهبانی کنید. مژده های آسمانی میرسد، گوش بر آوای سبحانی کنید. با بهار تازه هم آوا شوید، لحظه ها را سبز و روحانی کنید. پا به پای لحظه های سبزش، جان ز شوق وصل نورانی کنید. عطر قرآن عطر ایمان میرسد، ای مسلمانان مسلمانی کنید، مذهبانان حریم روشنی، حرمت دین را نگهبانی کنید. دیده را دل را